سلام آقا، چطورین؟ خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال اپ منتور. من اشیام امروز قراره بهتون بگم که آقا چطوری بازی خفن ماینکرافت رو دانلود کنیم، حالا چه برای کامپیوتر، لپتاپ و حالا سیستم عاملایی که دارین، چه ویندوز، چه مک، چه لینوکس. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم که چنل رو ساب کنی، ویدیو رو هم لایک کنی، کامنت هم بذاری که کلی به ما انرژی میده و یه حمایت خیلی خفن از واسه من هر روز در مورد دنیای تکنولوژی براتون ویدیوهای جدید میذارم. حتما اگه دوست داشتین بعد دیدن این ویدیو سر به چنل بزنین تا ویدیوهای دیگر هم ببینین و استفاده کنین. آقا خیلی نمیخوام تایمتون رو بگیرم، بریم آقا اصلا ببینیم چطوری میشه که بازی ماینکرافت رو دانلود کرد. خلاصه برای همین اومدیم داخل این ویدیو. خیلی راحت وارد یکی از مرورگرهاتون میشین، حالا میتونه این مایکروسافت ایج باشه، کروم باشه، فایرفاکس باشه، هر چیزی، هیچ کاری ما نداریم که چیه. صرفا میایم و داخل اینجا عبارت تی لانچر رو سرچ میکنیم. خب این چیه؟ این خلاصه چجوری میشه بهش توضیح داد؟ برنامه‌ایه که ما میتونیم طبق اون حالا ماینکرافت رو دانلود کنیم. عبارت تی لانچر رو که سرچ کنین، اولین سایتی که براتون بالا میاد خود سایت تی لانچره. خیلی راحت ما روش کلیک میکنیم و ثبت میکنیم تا صفحه برای ما بالا بیاد. داخل این قسمت ما چه کاری رو باید انجام بدیم؟ همین اول کار. خب دانلود رو میزنیم. اینجا گفتم چند تا گزینه داره. اگر شما لینوکس هستید میتونید نسخه لینوکس رو دانلود کنید، اگر مک هستید نسخه مک، و اگر ویندوز هم نسخه ویندوز. حالا من الان دارم از ویندوز استفاده میکنم، پس دانلود فور ویندوز رو کلیک میکنم برای خودم و بذاریم ما بریم این ور ببینیم چقدر طول میکشه. تقریبا 20 ثانیه. فقط آقا اگه تا اینجای ویدیو دوست داشتی و حال کردی با ویدیو زبونم گرفت، حتما ویدیو رو لایک کن، یه کامنت هم بذار. اگر انتقادی داشتی چنلم باز میگم ساب کن که هر روز در کنار هم دیگه خانواده‌مون بزرگتر شه دیگه. خلاصه آقا مرا و معرفته. صبر می‌کنیم تا دانلود شه. خب دانلود برای ما انجام شد. خیلی راحت ما دیگه با این صفحه کاری نداریم. میایم داخل قسمت فایل های ویندوزمون، داخل قسمت دانلود ها. روی این قسمت تی لانچر اینستاله برای ما اومده و ما اینجا گزینه دانلودش رو میزنیم. بذاریم من این صفحه رو ببندم که ذره صفحه مرتب تر شه. اینجا این ولکام به ما داده، میگه که آقا خوش اومدی، بیا دانلود کنیم برنامه رو. اینجا کانتینیو رو میزنی. اینجا یه سری قوانینی داره که میگه آقا بخون، بعد بزن روی آی اکسپت که ما ایرانی‌ها ماشاءالله همیشه قوانین رو میخونیم. مدیونی فکر کنیم من نخوندم، قطعا خوندم و الان ایگری رو میزنم. بعد اینجا هم دیگه چیز دیگه این نداره و کانتینیو رو میزنیم. خلاصه اینجا دوباره روی کانتینیو میزنیم و ثبت میکنیم تا ماینکرافت برای ما دانلود شه. اینجا ما میگه که آقا دانلود انجام شد، کاری نداره. اینجا چند تا قسمت داره، میگه که یه شورتکاتی روی دسکتاپت اضافه کنم یا نه. ببین شورتکات چیه؟ همین همین قسمت های کوچیک مثل این. خب بذارید من این رو هم ببندم. خب اینجا روی کانتینیو میزنیم و ثبت میکنیم تا دانلود برای ما انجام شه. بذارین من 1 دقیقه. خب اینجا مثل این که باید قبلش باید جاوا رو هم دانلود کنیم. اگر جاوا رو دانلود نداشته باشین خودش بهتون میگه که آقا جاوا رو الان برات دانلود کنم یا نه، که ما میگیم آره آقا دانلود کن، اصلا مشکلی نداره. پس من میام روی اینستال روی این قسمت میزنم و ثبت میکنیم تا خود جاوا هم دوباره برای ما دانلود بشه. خب تا این دانلودش انجام شه بذارین من این رو ببندم برای خودم تا خیلی تایممون رو هم نخواد بگیره. خب جاوا الان برای ما دانلود شد و کار خاص دیگه ای نیاز نیست که ما انجام بدیم. بذارین کلوز. جاوا برای ما انجام دانلود شد و من یک بار دیگه حالا اگر تی لانچر رو بزنم، بذارین خب تی لانچر رو الان بزنم برای ما جاوا باز میشه. حالا شاید به این که چرا اون پایین زده بود که دانلود 4 دقیقه زمان میبره، الان باز شد برای من. چون که آقا من جاوا رو از قبل دانلود کردم، فقط یه نکس زدم که برای من دانلوداش انجام بشه که تایم ویدیو زیاد نشه، وگرنه کار سختی نیست. همون قسمت که من زدم دانلود جاوا، همون قسمت رو برین تمومه. بعدم تی لانچر رو باز میکنین. اینجا اگر من بیام داخل این قسمت میبینید که تی لانچر رو برای ما اضافه کرد. بذارین من ببینم. آره تی لانچر رو میبینین اینجا برای ما این گزینه رو اضافه کرد. حالا اینجا با هم میگه که یه آپدیت اومده، میگم نمیخوام، حالا بعداً یادم بیاد، اشکال نداره. ثبت میکنیم تا جاوا، میگم وای انقدر جاوا گفتم. ثبت میکنیم تا تی لانچر برای ما باز شه و بریم سراغ ادامه کار، چون یکی دو تا کار دیگه است که باید انجام بدیم. صدام گرفت. ثبت میکنیم تا تی لانچر برای ما باز شه
و اینکه خلاصه ادامه داستان رو با هم دیگه بریم. اینجا چی داره به ما میگه؟ اینجا داره به ما میگه که آقا ما دانلود 70-80 مگی داریم که باید انجام بدیم تا خود تیلانچر نصب شه. فقط ممکنه برای اون جاوا بهتون یه اروری بده. خب من الان میخوام یه آموزش کوچیکم بهتون بدم تا این داره دانلود میشه برای ما. ببین اگر اون قسمت جاوا رو برای دانلود نکرد و زد که آقا مشکل برای ما ایجاد شده که نمیتونیم دانلود کنیم، خیلی راحت بیا دانلود جاوا رو بزن داخل مرورگرت. خب بیا داخل این قسمت، داخل قسمت کروم دانلود جاوا رو بزن، سایت صاف 98. بیا پایین اینجا نسخه 64 یا 32 بیت، حالا نسبت به اینکه سیستمت 32 بیتیه یا 64 بیتی، یک کدوم رو دانلود کن. خب خیلی راحت زمانی که دانلود کنیم یه همچین فایلی به شما میده. بذارید من دونه دونه اتفاقا براتون آوردم که اگر مشکلی هم ایجاد شد بهتون بگم. یه همچین فایلی به شما میده. خب این رو خیلی راحت اکسترکتش میکنین. اینجا پسورد فایلش هم صاف 98 تایاره. اکسترکتش میکنین و اینجا این فایل رو بهتون میده. از این قسمت جاوا رو باز میکنین و دانلودا رو اینجا انجام میدین. خب و بعد دوباره تیلانچر رو باز میکنین، مثل همین الان که من این کارو کردم. خب و دیگه نیاز نیست که آقا دوباره حالا چه میدونم تایم بذاری تا اون دانلود شه یا هر چیزی. خیلی هم راحت تره. خلاصه اگه به این مشکل خوردی میتونی که از این روش کارتو پیش ببری. چقدر مونده از این؟ خب همون شد دانلودهای این هم و دیگه کاری نداره. خب صبر میکنیم تا برای ما تیلانچر رو باز کنه و ببینیم که داخل تیلانچر ما چه کاری رو باید انجام بدیم. خب ببین دوستان، زمانی که تیلانچر برای شما بالا اومد وارد یه همچین صفحه میشید. خب وارد یه همچین صفحه میشید و اینکه بذاریم من اینها رو هم ببندم. وارد این صفحه که شدید اینجا چند تا کار رو میتونید انجام بدید. خب بذارید من این نسخه‌هاش رو یک بار تیلانچر رو ببندم باز کنم. خب اینجا آلویز رو هم بزنم برای حالا این. خب خیلی راحت اینجا شما میتونین یک اکانتی رو اول که بیاین به این نوعه. خب برای اینکه بتونین وارد حالا بازیتون بشین اینجا یه اکانتی باید بسازین. اکانت ساختنش هم کاری نداره، خیلی راحت یه اسم همینجوری میزنین و اینجا کلیک میکنین روی اکانت. میبینین الان یه اکانتی برای شما دانلود و نصب شد. بذاریم من این گزینه رو هم بزنم که برای ما ادامه داستان بیاد. خب اینجا داخل این قسمت شما میتونین ورژنی که میخواین، آقا این قسمت رو کلیک میکنین، این create ورژن رو میزنین، اینجا این نیمی میتونی بزنی. خب حالا اینجا ورژنی که میخوای انتخاب میکنی. ببین ماینکرافت هی اومده ورژن های جدید داره، تو هر ورژن چیزای باحالتری. خلاص اگه میخوای همه چیزای ماینکرافت رو داشته باشی آخرین ورژن رو بزن و روی create کلیک کن. حالا اینجا اگر روی این استال بزنی خب صبر میکنی تا برات دانلود شه. بذاریم تا الان آخرین نسخه برای ما اومد. آخرین نسخه اینه، میزنی روی این سال و ثبت میکنی تا حالا این نسخه ماینکرافت برات دانلود شه. کار سختی هم نداره، فکر میکنم 200 مگابایت باشه و اینکه بعدش دانلود میشه و میتونی بری داخل بازی و ممکنه اولین بار که میای یه 30 ثانیه 1 دقیقه زمان ببره تا فرآیند دانلود شروع شه، ولی بعد انجامه. و دانلود رو هم که انجام بدید اینجا گزینه پلی داره و هر دفعه که ماینکرافت رو باز میکنی خیلی راحت دیگه میتونین برین و از بازی کردنتون لذت ببرین. آقا خلاصه ویدیو همین بود. دمتونم گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. بازم میگم اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما چنل رو سابسکرایب کنید و اینکه آقا اگه انتقادی دارید، ویدیوهای پیشنهادی دارید، حتما تو کامنت ها بهم بگین که حتما انجام میدم. ویدیوهایی که بخواین رو میسازم. همین الانم که دارین این ویدیو رو میبینید سمت راست یا چپ یه ویدیویی براتون پیشنهاد شده، حتما به این رو هم ببینید و اینکه خلاصه دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوهای بعد بدرود.